اسم من صدراست. الان روزهای آخر 2 ماه آموزشیه. اینجا ساعت 4:30 صبح بیدار باشه. قبل خدمت 4:30 صبح واسه فقط یه معنی داشت، اونم خواب شیرین بود. تو خونه اکثر اوقات صبحونه نمیخوردم چون دیر بیدار میشدم، ولی از وقتی که اومدم پادگان قدس سعیدآباد متوجه شدم که همیشه 4 صبح بیدار شد و هم 5 صبح صبحونه خورد. الان صبحونمونو خوردیم، داریم میریم که اسنمونو بگیریم و بعدش هم بریم به رژه و صبحگاه. این کاری که دارم من انجام میدم بهش میگن آنکارت کردن تخت یا اصطلاحاً پاکتی کردن تخت، که باید جوری منظم و تنظیمش کنی که عین پاکت نامه باشه. واقعا رژه سخت و نفسگیره. باید حواست کاملا جمع باشه تا بتونی دست و پا رو با هم با نظم و هماهنگی کامل حرکت بدی. کلا احترام ما با دست راسته. نحوه آموزشش به این شکله که با 3 حرکت یاد میگیریم. با دست راست 1 دست باز 5 انگشت چسبیده. شماره 2 دست میچرخه رو به آسمون. شماره 3 انگشت بزرگ میاد میشینه روی استخوان شقیقه. دیگه تو این وسط مچی نشکست، انگشت شستی باز نشد. موقع افتادن از کوتاه‌تر مسیر از نیمه راست بدن، از کوتاه‌تر مسیر میفته حالت خبردار. 1 2 1 2 1 2 3. پنج انگشت چسبیده. دستت قشنگ صاف، انگشتت هم چسبیده. کلاس تموم شد و نیم ساعت وقت داریم که بریم استراحت کنیم و بعدش هم وضو بگیریم که بریم به نماز. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب الان داریم میریم سمت آشپزخونه. غذای کل پادگان تو آشپزخونه پخته میشه و بعد بین گورخانا تقسیم میشه. هر کسی تو پادگان یه وظیفه‌ای داره. یکی خیاطه، یکی خبازه، یکی مسئول نظافته و یکی هم مثل من و علیرضا که مسئول مقسم غذاییم. حالا هم داریم میریم تهمیه غذای گورخانه ایمانو بگیریم تا بچه‌ها بیان تو غذاخوری و میلش کنن. خب بهتره دیگه من چیزی نگم تا ادامه ماجرا خودتون ببینید.
یکی از دوستام حرف جالبی زد. میگفت برای ما که همه لیسانس و فوق لیسانسیم و تا الان هم جز قلم و کاغذ و جزوه و کتاب با چیز دیگه سر و کار نداشتیم، سربازی فرصت شد که حداقل باز و بسته کردن چند تا اسلحه رو یاد بگیریم. با چند تا خمپاره و دستبند و اینا آشنا بشیم. به واقع همینه. هر روز از تمرین رژه میریم. روزهای اول این تمرین خنده‌دار بود. دست و پاها به هم میچسبید، یکی جا میمون، یکی تک میزد، یکی چپ و راستش رو قاطی میکرد. اما به مرور زمان با هم هماهنگ شدیم و تونستیم رژه یک دست و هماهنگ داشته باشیم تا مثل امروز صبح بتونیم از جناب سهنگ خیلی خوب بگیریم. بعد از یه ربع قدم آهسته میریم روی باند رژه که با ریتم تپ رژه بریم. طبق قرار هر روز باید پوتین ها رو واکس بزنیم. باید خوب فرچه کشید که واکس به خورد چرم پوتین بره و براق بشه. صبح تا حالا اینقدر فعالیت بدنی، الان یه دوش آب گرم میچسبه. خستگیم در رفت. امروز از اون روزای سخت بود. بچه هم دارن کم کم از شام برمیگردن که بریم فوتبال تماشا کنیم. دروازه‌بان حریف قرار میدن تا اسم بازی جوانمردانه رو رعایت کرده باشن. دروازه جعفر شروع کننده بازی خواهد. شروع میکنه بازی رو با مدافعان. بچه‌ها 2 روز دیگه بیشتر با هم نیستیم. بعدش هم هر کس میره یگان خودش. تا حالا با هم حرف زدیم، شوخی کردیم، خندیدیم. ممکنه بعضیامون از همدیگه ناراحت شده باشیم. ولی مهم اینه که از همدیگه ناراحت نباشیم و همدیگه رو ببخشیم. مطمئنم تا الان هم همه مثل من شماره تلفن و آدرس همدیگه رو گرفتین. همدیگه رو ببخشین و دلخوری‌ها رو بذارید کنار. آقا بلند شو.